آقا مرزا کاسبیه قدیم چطور بود؟ اون موقع بهتر بود یا الان؟ قدیم از قابل مقایسه نیست. چیه قدیم بهتر بود؟ همه چی سوال کن تو یکی بود جان. مثلا رفتار اوستاها با شاگردا، مثلا جنسا، نمیدونم خرید مردم. خرید مردم خیلی خوب بود. اوستا و رفتارشون پدرانه بود با شاگردا. همه چی با حال فرق وقت چیز یاد میدادن اوستا اون موقع؟ بله وقتی میفهمدن بعض حالا بود یعنی یادگیر وقتی میفهمدن این شاگردی است که دوام میاره وای میشه داره کار یادش داره. دوام میاره. خب چی تو بورس بود بیشتر اون موقع؟ مثلا دهه 40 و 50 تو اصفهان صنایع دستی که خیلی فروش داشت تو اصفهان، توریستا میبردن یا چیا مثلا؟ قلمزنی، قلمکار، مینا، مس چه خب همش قلمزنی میشه. اینا تو بورس بود داره؟ اینجور. بازار گز چطور بود؟ گز چه خوب بود. گز ارزون بود. حالا نمیشه دست گز خرید. میدون بیشتر فکر کنم گز فروش بود و صنایع دستی. آره خیلی گز فروش داشتیم. جمع کردیم. همین تو لاین خودمون مرجی فراست بود، حجی فراست بود و حسین آذرگون بود. خیلی گز فروش. یعنی اون موقع که ماشینا میمدن تو میدون فکر میکنم بهتر بود. مسافر زیاد بود. صبح که من میمدم ساعتی 9 میمدم آقا مجید میگفت خدا برات خواب بخواب من 20 کارتون خالی کردم. ماشینا وایس هم جمع کرانه بیان تو برجش 20 کارتون جز خریده بودم. پس خوش اون روزگار به نظر من. دیگه مردش اون روزا. خب مرسی، دست شما درد نکنه. نهار امروز چی بود؟ چی خوردین؟ جاشون خالی جوجه کباب. جوجه کباب ماستی. به به نوش جونت. مرسی استاد. ما هر روز مزاحمتون میشیم ما موقع نهار خوردنتون. دل خیلی مردم آب میفته ولی خب شما نعمتایی هستین که باید ثبت بشه کاراتون.